برای بچه‌های دهه 60 خیلی مظلوم واقع شدن از نظر من، اما از بابتی فکر میکنم هیچ کسی به خوشبختی برای بچه‌های دهه 60 نبود، برای اینکه انقدر کم توقع بودن و انقدر راحت راضی میشدن. منتها قضیه‌ای که بعدها وقتی بچه‌های دیروز پدر و مادر شدن اتفاق افتاد این بود که اونها احساس کردن اگر خود من در کودکی مثلا همیشه حسرت داشتن چیزی رو داشتم، نمیذارم عزیزتر از جانم و پاره قلبم داشته باشه. و اتفاقی که افتاد اینه که هی شروع کردن به سرویس دادن. متوجه نشدن که به تأخیر انداختن لذت یکی از اصول مهم روانشناسی که به افراد کمک میکنه مفهوم خوشبختی رو در کوچکترین اجزای زندگی تجربه بکنن. بچه های این نسل بسیار دشوار احساس خوشبختی میکنن و